الو الو بگو. الان یه جا هستم. خب میشنوی که آره میشنوم، بگو. که اگه تمامی اجزاش میسوزه. خب حالا مثلا کجایی؟ حدس بزن. حدس بزنم؟ فلک فیزی؟ نه خیلی. کجایی؟ الان یه جا هستم که عمرن تا الان ندیدی نبودی. خب بگو. توی دانشگاه. خب کجاست؟ دانشکده او کجاست؟ سایت مرکزی. نه دیدم. خب پس کجا؟ توی پارک افتاده خواهران. خب هیچ کسی نیست. خب چیکار کردی کی؟ هیچ کس نیست. هیچ کس نیست. خب یه دونه میز و صندلی آوردم. خب ویدینا که فضا سبز پایه با یه سری وسایل. خب زیر سایه یه درخت نشستم. خب صندلی و میز هست. خب میخوام آمار بستم. آمار جمع باشه دیدم هستی. مرد حسابی نسبه شدم. مرداد من که اصلا نسوختم. حالا بگو چرا؟ چرا؟ پارک مطالعه خواهران وقتی خالی باشه که فایده نداره مرد حسابی. تو رفتی تو خالی نشستی. وقتی خالی باشه که فایده نداره که باید پر باشه تا فایده داشته باشه. نه ما چیکارم پر خالی نداریم. هیچ کس نیست که خالی میره. یعنی جون علی تا 30 ثانیه دیگه خودت بذار اینجا. مرداد میگم اگه من الان به تو بگم که این صحبتی که الان کردی رو ضبط کردم خب و بعد میخوام بزنمش تو کلیپ، چقدر میدی نذارم؟ هیچی بذارم. آره میذارم. خیالی نیست. مرداد مدرک جرمه. مدرک جرمه. مرداد توی پارک مطالعه خواهران خیلی جالب میشه. هیچ کسی هم نیست. آره تو گفتی منم باور کردم. آره یه 50 نفر هستن. 50 نفر هستن. خب اینم مدرک جرم. به رفتی تو پارک مطالعه نشستی مرد حسابی. مگه ما خودمون پارک مطالعه نداریم؟ ولی علی پاشو بیا چه بازیه. خب من نمیزنم تو کلیپ. شفی دادگاه که میگن مجاز از عزیزم بذار. شفی دادگاه مجاز از شف کلیپ. من شف کلیپ تکلیفی تو بردم. من که هیچ جام نسوخت. خب نه مهم نیست. من گفتم که بیای فضا رو ببینی چه حالی میده. فضا رو آره خیلی سرسبزه. خیلی حال کردم. نه من الان جلو باخته خونم وایسادم. جاش خالی. یه گربم تو محلمون داشتیم.